نام السلام علیکم یک بار دیگر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش واقعا آمدید. تشکر. پیش از جشن سال نو میلادی ما چون در جامعه هستیم و این یک عنعنه هست و جامعه ما رو چونین از خردی به وایه رسانده بود که سال نو می شود و همگان تیاری می بینند، سال نو رو جشن می گیرند و اکثریت از تماشابینانی که این لحظه ما رو تماشا می کنند آنها نیز اکثریت از آنها تیاری به سال نو می بینند. حال آن که در برنامه های گذشته شما و غیر از شما دیگر علما نیز درباره منع سال نو بسیار موعظه ها و برنامه ها دارند. اکنون می گفتید که واقعا همین جشن میلاد یا جشن سال نو در قرآن نیست من شده است یا اینکه چیزی در این باره نآمده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در قرآن کریم همه چیز آمده است، گاه ها به شکل مفصل، گاه ها به شکل مجمل و عام. الله تعالی در این باره می فرماید والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، در سوره فرقان. در این آیت الله تعالی ثنا گفته است، تعریف کرده است اون بندگانی نیک الله تعالی را که در ابتدایش گفته بود که و عباد الرحمن، بندگانی نیک پروردگار، بندگانی نیک رحمان اونهایی هستند که گفتو در روی زمین خاکسارانه راه میگردند، چنین دعاها را میکنند. یک چند صفاتهای آنها را بیان کرد، از جمله گفت که والذین لا یشهدون الزور، آنهایی که به قول دروغ یا به حادثه دروغ شاهد نمیشوند، شاهدی دروغ نیستند. تعریف کرد، یعنی این آیت عام است، آنهایی که بر دروغ شاهد نمیشوند. چی معنایش؟ یعنی معنایش عام است، هر چیزی که دروغ است در آنجا اینا شاهد نمیشن. لیکن در تفسیرش عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، این کس ترجمان قرآن لقبشون، پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به برکت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این کس مفسر قرآن شدن. اللهم فقهه فی الدین و علمه تأویل، پروردگار این بنده را فقیه در دین و علمه تأویل، برای او علم تأویل یعنی تفسیر را ده. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق عبدالله ابن عباس دعا کرده است، گفتن که اینها اعیاد المشرکین. مراد از همین آیتی که الله تعالی تعریف کرد، آنهایی که بندگانی نیک الله تعالی، آنهایی که لا یشهدون الزور، به مشهدهای زور، دروغ بر دروغ حاضر نمیشوند، شاهد نمیشوند. گفته تعریف کرد، گفتن که اعیاد المشرکین. این در کدام سوره و در کدام آیت؟ سوره فرقان آیت 72. این در کتاب احکام اهل الذمه سخن ابن عباس را آوردند و این چنین یکی از بهترین شاگردانشان مجاهد هست. مجاهد ابن جبر شاگرد ابن عباس هست، در تفسیر همین آیت که اینها اعیاد المشرکین در کتاب اقتداء الصراط المستقیم. یعنی مجاهد رحمت الله علیه میگفتن که یگان آیت قرآن نیست مگر من عبدالله ابن عباس رو استایانده معنایش رو پرسیدگی هستم. یعنی شاگرد نزدیکترین عبدالله ابن عباس آیت به تفسیر میگه که اینها اعیاد المشرکین. این آیت آیدی ایده های مشرکا. به قرآن داناترین ذات الله هست، چون که سخن خودش است. قرآن گاه قرآن را تفسیر میکند و گاه حدیث قرآن را تفسیر میکند. ما اول مراجعت به قرآن میکنیم. قرآن گاه ها در یک جا مجمل سخن میکند، در جای دیگر همون تفصیل میدهد، یا در دوام آیت مانند این انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر.
در این آیات ها الله تعالی لیلة القدر را در آیات های 2 و 3 و 3 تر شرح داد. ما این قرآن را شب قدر نازل کردیم. بعد گفت که تو میدونی شب قدر چی شب است؟ بعد به تفصیل گفت که این شب شبیه هست که عبادت در این شب از 1000 ماه عبادتی که در اون شب قدر نیست از او بهتر است. بعد وصفهای شب قدر را تا آخری سوره بیان کرد. یعنی تفسیر کرد. فهمیدم دامولا. بیایید نباشد شما که گفتید در سوره فرقان آیت 72 73 گفتید درباره همین ایتهای مشرکان آمد و این را شما عین حال از سوره و همچنین با آیت و تفصیلش را گفتید. همین چیز را باز هم گفتید که شما با آوردن حدیث ها قوت میبخشند گفتید. درست. از بعد اینکه قرآن را تفسیر میکند اگر رفت و یافت نشود حدیث، اگر حدیث یافت نشد قول صحابه. برای چی؟ تا اینجا حاضر قول صحابه را آوردیم برای اون که صحابه ها در وقت نزول قرآن شاهد بودند. گپ درباره چی رفت زده است، این آیت برای چی آمد اونو میفهمیدن. بنابراین در تفسیر قول صحابه بعد صحابه تابعین بسیار مهم است. ما قرآن رو به فهم خودمون تفسیر نمی کنیم، حق هم نداریم.